Bahriddin Kamoliddinov hojat نیست که به اون کس معرفی کنیم چون که تاجیکستان و جهان میشناسد. البته ما امروز به خاطر دعای استاد اومدیم و 20 سال زیاد می شود که ما استاد میشناسیم، همکار بودیم، هم شاگرد هستیم، هر چیز دانش آموختیم، البته از این گونه استادان آموختیم. یک خاطره به خاطر آوردم، سال 2020 بود، من در تاجیکستان بودم. هر سال چون من حالا باشد در امریکا زندگی میکنم و سال 2020 آمده بودم، هر سال میبیم تاجیکستان و یک خاطره میگویم. شاید برای بعضی ها جالب باشد، برای بعضی نفرها جالب هم نباشد، اما باید گویم چون 2020 مادرم بیمار بودند. ما از پسی مادر بودیم چون دو شفاخانه این طرف اون طرف و فراموش شد که ما بهردین کمالدینوف خبر بگیریم. شاید فراموش هم نشد اما فرصت نشد بگم، این درستتر می‌غلطد. و خلاص من استاد ندیدم، رفتم امریکا. بعدی 4-5 ماهش خبر یافتیم که استاد گذشتن و بعد از که گذشتن ما با ظفر اسکر سابق همکارمان، دوست برادرمان هم صحبت شدیم، تلفنی گپ زدیم. بعد گفت که بعد از که تو امریکا رفتی، گفت کمالدین پرسیدن که بهزاد هر سال می اومد خانه خبرگیری، برای چی امسال نامد؟ همون شرایطی که ما داشتیم ظفر برای معلم فهموندن که همین گونه شرایط بوده، بهزاد به هم خاطر اومدن نتونست. یعنی که گفتنی هستم که ما هر نفری که احترام میکنیم، دوست میداریم یا که به دل ما نزدیک است، اگر دور از وطن باشیم به تاجیکستان بیاییم، حتما اونها رو خبر گیریم. چون وقتی که این سخنایی که کمالدینوف گفتند و ظفر برای من گفت، باری من زیاد هم وزمین شد، چون که با معلم بسیار هم نزدیکی داشتیم، صحبت های صمیمانه میکردیم. به هم خاطر به دعاشان آمدیم. دیدار در قیامت ماند. ما دعاگوی استاد هستیم، خدا جایشان رو جنت گرداند. و در آخر برادر ما دلاور همکار ما، این کسان شاگردی معلم کمالدینوف هستند. قریب که این زیاده از 20 سال دلاورم استاد میشناسد. و یک چیز دیگه پیش از اون که یک دلاور دعا کنه، یک چیز دیگه بگم که ببینید که استاد همین شکلی که امروز قبرشون رو میبینید، این شکل چی است؟ کتاب است. کتاب به خاطر چی است؟ و اگر شعری فردوسی را به خاطر آورده باشد، میگه که نمیرم از این پس که من زنده‌ام، که تخم سخن را پراکندم. یعنی این معنی آن دارد که هر نفری که سخندان است، با معرفت است، دانشمند است، از خود چی میموند؟ از خود کتاب میموند تا نسل‌های گذشته بخوانند، زبان مادری را، معرفت تاجیکی را، تاریخ تاجیکی را با همین زبان چیکار کنند؟ معرفی کنند. کمالدینوف باشند یکی از زبان شناسای بهترین جمهوری به حساب می رفتند. در تمام گوشه ها و دانشگاه ها رفته درس می دادند. یعنی استادی بزرگ هستند و نفرهایی که امروز زیاد نفرهایی که درس میدهند یا که سخن میگویند، عبارت از همین مرد بزرگوار است. دعا میکنیم که همیشه خدا جایشان را جنت گردانده باشد. و در آخر پیش از آن یک دعای هم خوندیم، اما باز میخوایم که یک دعای دیگه بخواند که فناوار بگیریم و در تاریخ ماند و نسل‌های آینده ببیند. این عبارت برای نسل‌های آینده است که این همین گونه بیاین قبرستان دعا کنین، بعدا براین. یعنی که فراموش باید نکنیم گذشته های خود، بزرگوارای. بعدا ما تاجیک بودن، ما مسلمان بودن، ما معلوم بشود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
يوم يقيم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت الترابا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. آمین. بخشیدم ثواب و ثمرای این آیت‌های کلام ربانی را بر روی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم علل خصوص با استاد عزیزمون واحدین کمال‌الدین خداوند از روح ایشان شاد باشد، خداوند صبر جمیل و خاندانشان عطا فرماید، خداوند این گذشتگان این منزلگاه را همش را طریق رحمت شایسته جنت الفردوس گردان. آمین یا رب العالمین. سلامت باشی. در شهر دوشنبه در پایتخت باید سخنها ملیح باشد. متاسفانه سخنهای قبیح از زبان میبراید. من اما از زبان کلانسالان به مثل خودم این گونه کلمه ها را اصلا نشنیدم، لیکن در زبان جوانان حتی میان سالان هم بعض سخنهای قبیح را بی پرده میگویند که به حسن و جمال آنها هیچ نمیزیبد. این چون به پایتخت ما هم درشتگویی نمیزیبد.